بوی بیس پراویل زدن در شریعت اجازت هست یا نه؟ حرام است برادر عزیز. پولی که از این راه به دست می آید او را هم حرام است با اتفاق تمام فقها و مجتهدین امت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید لا ضرر ولا ضرار، نه به خود و نه به دیگران ضرر نرسونه. در بوی بیس پراویل هم در خودت هم در دیگران در برادر مسلمان تا میشوه که با برادر مسلمانت میبروی میدان دا میزنی غلبه میکنی با الله اکبر میگی با الحمدلله میگی نعوذ بالله سبحان الله. این کار کافرها تشکیل میکنن. مسلمان در میدان میبروی برادر مسلمانش میزنه و با بسیار فخر میکنه که من زدم گفته با الله اکبر الحمدلله با در میدان میبروی سجده میکنن نعوذ بالله. شرم‌آور است والله قسم، شرم‌آور است این کار شما. حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید ما قومی هستیم که خداوند ما را با اسلام عزت داد. هر کسی که عزت و سربلندی را در غیر اسلام طلب میکنه خداوند او را ذلیل خوار میکنه. پس جوانای امروز متاسفانه همون سربلندی و عزت در این همی کارها میدونن که ما برویم در یگان نوع اسپورت یکم جا بگیریم در قله های بلند برسیم. والله قسم ذلیل خوار میشوی. عزت و سربلندی را در اسلام جستجو بکنی. ای همه شرم‌آورش همیه که در یک کاری که همین مشرکا کافرای بدبخت دشمنای دین او کار تشکیل میکنن، همین UFC را یا که همین بوی بیس پراویل را مسلمان میبره در اینجا برادری مسلمانش هم میزنه فخر میکنه با سجده میروه تکبیر میگه. ای اوس کافرها کفکوبی میکنن. ای والله قسم بسیار شرم‌آور است. اگر پیامبر خدا حال امتای امروز هم دید در همین حال والله قسم خون گریه میکرد. اصحاب پیامبر اگر حال مسلمان های امروز هم دیدن خون گریه میکردن. در کاری باطل میبرویه با الله اکبر میگه پولشم همین خودشم همش حرام است. من نمیگم که سپورت زنیمت کردن حرام است، بهترین کار است، ولی این نوع سپورت با این طریقه که میدان بروی با این طریقه که بزنی و پول حاصل بکنی این طریقه حرام است برادر عزیز. از این طریقه پرهیز بکنی. فتوای علما اکثر علمای معاصر فتواهای مشخصشون درباره UFC و همین بوی بیس پراویل و هر نوعی همون زن و زنی که در جسم انسان ضرر وارد میکنه فتواهای مشخصشون صادر شدگی است.